تازه برف روبی شده بود، اما خلوت و وهم‌آلود به نظر می رسید. نمی توانستم تند بروم. دو طرف جاده بیابان مطلق بود و هیچ کس آنجا نبود. تنها صدای ماشینم بود و بخاری. برای رفع خستگی یک لیوان چای ریختم. چای داغ در آن سرمای وحشتناک خیلی می چسبید. جرعه های آخر چای را می نوشیدم که ناگهان صدای کوبشی محکم از کابین پشت شنیدم. اول فکر کردم خیالات است، اما صدا ادامه داشت. بوم، بوم. نمی توانستم در آن تکرار مداوم بگویم توهم است. در آن تاریکی مطلق که سیاهی کناره های جاده انگار داشت آدم را می خورد، ترس به جانم افتاد. چند دقیقه ایستادم. قلبم به شدت می تپید. با خودم گفتم منتظر می شوم تا همراهان مرد برسند، چون سرعت من در این جاده خیلی کمتر از آنها بود. همان لحظه فکری مثل خوره به جانم افتاد. نکند در طول مسیر، چون سرعتم پایین بوده، کسی سوار ماشین شده باشد. سریع اما با لرزش دست از ماشین پیاده شدم و به سمت درب عقب ماشین رفتم. نفسم حبس شده بود. در را باز کردم. خبری نبود. همان میت همانجا بی حرکت افتاده بود. هیچ کس نبود. زیر لب گفتم لعنت بر شیطون. میخواستم در را ببندم که صدایی شنیدم. این بار صدا از داخل نبود، از بیرون بود. انگار کسی یا چیزی داشت به بدنه ماشین ضربه میزد. برگشتم و به جلوی ماشین نگاه کردم. در نور ضعیف چراغ‌های ماشین خون در رگ‌هایم یخ زد. خشکم زده بود. آنها دور ماشین حلقه زده بودند. تنها دلگرمی من در آن لحظه مرگبار دیدن نور چراغ ماشین‌های بچه‌های آن مرده بود که از دور نزدیک می‌شدند. آنها رسیدند و نور ماشین‌هایشان صحنه را روشن کرد. آنها هم دیدند. همه من دیدیم. یکی از آن موجودات که هیکلی بسیار بزرگتر از بقیه داشت، با خشم به سمت شیشه عقب نشک رفت. با یک ضربه مهیب شیشه را شکست. ما انگار به زمین چسبیده بودیم. طلسم شده بودیم. هیچ کس نمی توانست حرکت کند، حتی نفس بکشد. آن موجود غول پیکر جنازه آن دعانویس را مثل یک عروسکی سبک به دوش کشید و همه آنها در یک آن در دل تاریکی و مه غیب شدند. سکوت مطلق برقرار شد. همه ما، من و بچه‌های آن دعانویس، به زمین چسبیده بودیم و می‌لرزیدیم. می‌دانستم اگر آن شب بچه‌هایش سر نمی‌رسیدند و شاهد ماجرا نبودند، هیچ وقت هیچ کس حرف من را باور نمی‌کرد که چه اتفاقی افتاده است.